های قدیم هر پدیده‌ای رو نمیفهمیدن به خدا نسبت میدادن. مغلطه خدای شکاف یعنی چی؟ یعنی که ما اینجا هستیم، یه مطلب اینجاست نمیفهمیمش و چون نمیفهمیمش میگیم الله اعلم یا به خدا نسبت میدیم، چون نمیفهمیم. اگه بفهمیم که به خدا نسبت نمیدیم. هیچ کس امروز نمیگوید آپاندیس رو به خدا نسبت بده، میگن آقا یه مقداری غذا رفته است در این زایده غیر ضرور در بدن، حالا به قول بعضی بعد اونجا مونده و چون اونجا مونده این چرکین شده، حالا تولید نمیدونم چه کرده، متورم شده، درد میکنه، باید جراحیش کرد. هیچ کی نمیگه خدا این کارو کرد، این درد رو ایجاد کرد. اما قدیم گاداب گپ از بام تا شام مورد استفاده بود. یعنی در واقع خدا تعریف این فاصله است به نوعی. هیچ چیز رو ما نمیدانستیم، هیچ چیز رو نمیدانستیم، یعنی انسان رو عرض میکنم چیزی نمیدانست. بنابراین خدا خیلی بزرگ بود. خدا دست در کار همه چیز بود، از رعد و برق و سیل و زلزله و طاعون و وبا و کوری و کچلی و همه اینا دست خدا بود. بعد آدم هوشیار بیدار شد و اینها رو شروع کشف کردن و دیگه خدا نامش حذف شد از این داستان ها. قرار بود که این خدا از همه چیز بزرگتر باشد، خالق باشد، خالق همه گیتی، و ما آدمیان ضعیف در واقع به حبل المتین لطف او بیاویزیم. این داستان خودشناسی بوده، توحید. به نیکی گراییم. حالا چگونه شده است که این خداشناسی و این توحید که ستون اصلی همین اسلام عزیزم هست و شما بین مسلمین جهان اگه حرکت بکنید از 1 میلیارد اندی اهل تسنن که به ریسمان خدا آویخته هستند، در واقع به اون حبل المتین، چگونه است که هر شود که ما شیعیان عزیز چسبیدیم که علی اصغر حسین ما رو نجات بده. یعنی علی اصغر حسین و برادر حسین و پدر حسین و مادر حسین جای خدا رو گرفتن. اینجا کارهایی که قرار بود خدا بکند اینا دارن انجام میدن. چرا؟ به جهت این شیعه‌گری از عوام فرومایگان بوده از اول. حالا بگذاریم بعض خواص به دلایل سیاسی و نفی این داستان اسلام عزیز به وجهی که تنه اصلیش بود و میخواست، اما ابتدا پیروان، یعنی در همین کوفه و بصره و اینجاها اسرا رو میبردن. هر شود که خب اگر کسی منزلتی داشت و ثروتی داشت و اینها میتوانست به وجه خودش نجات بده، اینا پر از این عرض کنن که بیچاره ها و فقرا بودن. این شیعیان بیچاره، شما نگاه کنید مؤلف و مصنف بین اینا پیدا نمی‌کنید تا چند قرن به در بخور. این عامی ترین چیزی است که در دین ممکنه به وجود بیاد. امام خداییه، یا علی یا علی، بلند میشیم یا علی یا علی یا علی یا علی. هیچ موقع نام خدا رو بر زبان جاری نمی کنیم. بر او رستم شیردل خیره ماند. رستم از دیدن تهمینه نصف شب گفت یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. پس بنده اندر یکی ماه رو، چو خورشید تابان بر او رنگ و بود. از او رستم شیردل خیره ماند، بروبر جهان آفرین را بخوان. نام خدا رو زیر لب رستم جاری کرد، چون خدا شناس بود. یعنی ذهنها به قدری حقیر و گیج و گمراه شده که فکر نمی کنم اصلاحی بشه کرد، مگر بچه ها رو از ابتدا در معرض این تعلیمات فاسد نگذاریم. آقا دینداری مطلب انسانی است، به آدم ها مربوط است.
از برای خیر و نیکی است. خدا که احتیاج به نماز من و تو نداره مشتی، با اون هیکل تو، با اون ذهنیت تو، اون عقلت. برای گسترش اخلاق بوده صرفاً، مصرف دیگری نداره. دین چه مصرفی داره؟ میتونید به من بگید چه مصرفی داره؟ به چه درد میخوره جز این که اخلاق نیکی؟ حالا الحمدلله این فرزندان کوروش، این پارسی مردان دلاور قدیم و تأسوان امروز، اینها بعد از 2500 سال تاریخ فرزانگی و بزرگواری اینها حالا آویختن به گلوی زخمی علی اصغر حسین که نجاتشان بدن. خدا را فراموش کرد. راست میگن اهل سنت، میگن اینا کافر هستن این رافضی ها. درست میگن. خمس میدن، صیغه میکنن، خدا را فراموش کردن. در از اون میگن اشهد ان علی ولی الله. این توهین اصلا به اساس دین اسلام. علی کیه؟ که بشینه کنار خدا. الله اکبر. این بدبختی و نکبتی که در واقع عرض کردم، شما یه منحنی بکشیم که یک طرفش زمان باشه، یک طرفش مدنیت، اینجوری افقیشو فرض کنیم که تمدنه و این خط افقی فرض کنیم زمانه. یعنی ما اینجا مثلا میرسیم قرن 4، مدنیت بالاست، نقطه اینجا، یواش یواش قرن 5، 6، 7، 10 میرسیم تقریبا به 0 رسیده. یعنی انحطاط تدریجی گریبان جامعه رو گرفت. استاد طوس فرمود تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. یعنی انحطاط دراز مدت و تدریجی یقه ملت رو میگیره و گرفته. من فکر میکنم مادران، پدران در منزل بزرگترین وظیفه رو دارن بچه ها رو تا سن 7-8 سالگی حداقل از مسیر این اندیشه های موهوم، اندیشه که اسمش نمیتونم بذارم، خیالات موهوم و فاسد که در همه فضای ایران زمین هست، اینا رو برکنار بذارن، خودشون تعلیم بدن بچه‌ها با بزرگی، با فضیلت، با اصالت، با این مملکت. و فرزانگی هاش. بودجه های کشور داریم میگه مختار پالختی جنایتکار مهیل چاقوکش فیلم ساخته بشه و داستان فرزانگان قوم در این کتاب ها موش داره اینا رو میخوره. گفت خون در سر من جوش زند از شعف و فخر، چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را. یه همچین جنگ ها بوده. کراسوس که یک در واقع شریک امپراتوری بود، با هیبت و حشمتی که او داشت، با اون سپاهی که او داشت، آمده ایران رو بگیره که در واقع خاطر اسکندر رو زنده کنه و ثروت خودش اضافه بکند. بعد سورن سپهسالار ایرانی 26 ساله اون چنان شکستی وارد کرده که در واقع به این سپاه روم حکایتی است از جنرال شیپ فرماندهی. این جنگ ها بوده، این هاست جنگ های ما، نه مختار ابو سعید ثقفی چاقوکش دزد غارتگر محیط.
وای به حال بچه هایی که واقعا تو این سیستم دارن بزرگ میشن. مختار و مولک اشتر تاریخ جهان نگاه کنید، مثلا اینا جایی برای اینا هست؟ مثلا اینا جز جایی به حساب میاد؟ هی دارن ما رو حقیرتر و کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میکنن. دلیل هم دارن، میخوان ما رو اونچنان بیچاره بکنن که هیچ پدیده نیکی دیگه در این مخیل ما نباشد، کاملا تسلیم این کفتارها بشن. ولی به قول عوام میگن کور خوندن. هنوز گویندگان هستند اندر عراق، هنوز این مملکت همه فرزانگی‌هاشو فراموش نکرده، هستند کسانی که این مشعل رو نگهداری کردن.